سلام، به اپیزود جدید سنگ کاغذ قیچی خوش اومدید. دکتر هانیه هستم، متخصص پوست و مهمون امروز من یک خانم دکتری هستن که خیلی شناخته شده هستن در امارات، متخصص و جراح زنان و زایمان. البته ناگفته نمونه، ما در امارات خوشبختانه متخصصهای زنان خوب بسیار داریم، ولی ایشون برای من خیلی ویژه هستن چون که یکی از دوستای صمیمی خودم هم هستن. میخوام امروز باهاشون در مورد سلامت زنان، هورمون‌ها و صحبت‌های دروغی که توی جامعه پخش میشه رو باهاشون در میان بذارم و ازشون سوال کنم. خانم دکتر مریم رؤوفی از شهر زیبای دبی. خانم دکتر مریم خیلی خیلی خوش اومدین به این بازی من. مرسی دکتر هانیه عزیز. من فکر کردم میخوایم بازی کنیم و شما دارین میپرسین راجع به هورمونا و این چیزا میخواین صحبت کنیم. ما میخوام یه مقدار اطلاع رسانی بکنیم چون هرچی باشه هدف از این صحبت ها گپ زدن و یه ذره با هم بیشتر آشنا شدن هست، ولی خب در اصل ما میخوایم اطلاع رسانی بکنیم برای عزیزانی که سوالهای مخصوصی دارن و انشالله این سوالها رو از هر دوی ما خواهند کرد. بسیار مریم جان، جالبیش اینه که ما هر دوتامون قرمز پوشیدیم. من سورپرایز شدم. هماهنگم نکردیم. از بس که شما عشقین. سنگ کاغذ قیچی بلدی؟ بهم یاد بدین. خیلی نه. چجوری شد به فکر این بازی افتادی؟ یعنی تو بچه بودی سنگ کاغذ قیچی بازی نمی‌کردی؟ شرمنده نه. درس می‌خوندی؟ نمیدونم چرا ولی این بازی رو نکردیم هیچ وقت. چه بازیایی می‌کردی؟ سنگ می‌زدیم، یه قل دوقل. یه قل دوقل. بله. گرگم به هوا. از اونایی که خط می‌کشیدیم رو زمین جدول می‌پریدیم. از این کارا زیاد می‌کردم ولی به خود سنگ کاغذ قیچی بازی نکردم. خب یکی از بازیایی که من خیلی علاقه دارم و هنوز با دخترام یا با شوهرم یا با هر کی که بهش میرسم یه سوالی چیزی دارم میگم بیا سنگ کاغذ قیچی کنیم. ببین سنگ. آره من چون سیکونسشو برعکس کردم که یادم بمونه. آره سنگ کاغذ قیچی. قیچی کاغذ رو میبره، سنگ قیچی رو میزنه میشکنه، کاغذ سنگو میپوشونه برنده میشه. اوکی. خب ببین دکتر جون، من خیلی سوال دارم خیلی سوال دارم. پس امیدوارم من برنده بشم. نه ایشالا من برنده بشم سوالامو بکنم. بزن بریم. اوکی. سنگ کاغذ قیچی. خب یعنی شما برنده شدی؟ بله به همین راحتی. خب مریم جان، به عنوان دکتر متخصص زنان و جراح زنان و زایمان، شایع‌ترین بیمارهایی که به کلینیک شما رجوع میکنن یکی دو تا رو به من بگو. شایع‌ترین بستگی به سن بیماران داره. در طیف سنی خانمایی که در سن باروری هستن، سوای از مسئله بارداری، بیشتر مراجعین به خاطر عفونت‌های مکرر و عفونت‌های متفاوت مراجعه میکنن که یکی از شایع‌ترین عفونت‌هایی که وجود داره HPV، Human Papilloma Virus، که ما بهش میگیم زگیل تناسلی. در بعد از سن باروری بیشتر با علائم تغییرات هورمونی مراجعه میکنن. به خصوص بعد از سن منوپوز با علائم کمبود هورمون مواجه میشن و به این دلیل مراجعه میکنن. این شایع‌ترین علائم. در حوالی سن منوپوز یعنی حوالی 40 تا 50 به خاطر خونریزی‌های نامرتب. شیوع بیماری‌ها اینطوری. بسیار. بیشتر جراحی شما میکنین یا اینکه بیشتر توی کلینیک درمان‌های باز هم بستگی به کیس داره. میتونم بگم که 70% کار ما تو کلینیک انجام میشه با تریتمنت. 30% هم ممکن نیاز به جراحی، حالا چه توی کلینیک OPD یا توی بیمارستان. بسیار عالی. بسیار. بزن بریم. سنگ کاغذ قیچی. حالا من برنده شدم. من برنده شدم. ای وای بازم اوکی. دلم میخواد در مورد باور، ما متخصصان پوست ما خیلی توی این شبکه ها در مورد باورهای غلط
گفته میشه مریض ها به اون طرف میرن، درمان هایی میکنن که نه علمیه نه ثابت شدن و هیچ جوابی نمیگیرن و وقتشون رو میگذرونن. حالا میخوام ببینم توی رشته شما آیا باورهای غلطی شما میبینین، میشنوین، باورهایی که شما دلتون میخواد این پاک بشه برای همیشه؟ سوال خیلی قشنگی پرسیدین. میتونم بگم آگاهی خیلی نسبت به قبل بیشتر شده. خوشبختانه مردم بیشتر دنبال یادگیری و اطلاعات هستن. حالا یا توی مدیا داره اطلاعات خوب پخش میشه یا خودشون دارن مطالعه میکنن یا مراجعه میکنن و میپرسن. ولی هنوز در مورد هورمون تراپی اطلاعات غلط خیلی زیاده، ترس‌های بی دلیل خیلی زیاده و اکثر آدما میتونم بگم در حالی که ما انتظار داریم بیش از 50% خانمایی که منوپاز هستن بخوان از هورمون تراپی استفاده کنن، شاید کمتر از 10% دارن استفاده میکنن و این به خاطر همون باورهایی که تو جامعه پخش شده و متاسفانه هنوز ریشه داره. آره دیگه میگن هورمون و هورمون خوب نیست و فلان و اینا، سرطان زیاد میکنه و در حالی که پایه و اساس علمی وجود نداره براش. مخصوصا که برای خانم‌هایی که دوران منوپاز رو میگذرونن کیفیت زندگیشون از هر لحاظ میاد پایین. دقیقاً. حالا از خشکی گرفته، از مودشون گرفته، از سکشوال لایفشون گرفته و خیلی از این موضوع براشون هم تابو هست، یعنی اصلا نمیان برای صحبت یا مشاوره. دقیقاً. یکی از وظایف ما متخصصین زنان اینه که اینو باز کنیم. مریض ممکنه به یه دلیل دیگه اومده، مثلا مشکل ادراری داره یا مشکل کمر درد فرض کن مراجعه میکنه، ولی وقتی که شروع میکنه تمام این علائمش که زندگیش رو هم تحت تاثیر گذاشته از چندین مدت پیش به خاطر کمبود هورمون شروع شده. خب اول که باز کردن مسئله، پیدا کردن ریشه مسئله با خانم‌ها یک هنر ارتباطی میخواد. بعد که به نتیجه رسیدیم مشکل چیه، تازه باید مسئله بعدی کانوینس کردن و متقاعد کردن بیماران به این که هورمون چیز خوبیه، به دردت میخوره و تو کاندید خوبی برای هورمون هستی. معمولا گارد میگیرن. من کاری که میکنم به مریضام ویدیوهایی رو میفرستم که از کانال‌های بسیار معتبر مثل International Menopause Society بهشون این ویدیو رو میفرستم، میگم که اینو گوش کنید، سوال داشتین بگین، راجبش اطلاعات بگیرین، اگر خودتونم هنوز شکاتون برطرف نشده باز دوباره بیاید با هم صحبت کنیم تا بعد به نتیجه گیری برسیم که هورمون شروع کنیم. یه ذره متقاعد کردن مریضا الان سخته، ولی درصد نسبت به میتونم بگم 10 سال پیش خیلی بهتر دارن تمایل نشون میدن برای درمان. بسیار خوشبختانه. خیلی من سوال دارم دکتر جان در همین مورد. پس حساب کن برنده ای. عزیز منه. سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی. ببین یعنی من الان برنده شدم. خب همون اندازه که شما از من سوال دارین من از شما سوال دارم. عزیز دل. شاید هم من دادم. خب برای اینکه متخصصان پوست و زنان اینتردیسیپلینر با هم باید کار کنن، یعنی خیلی از بیمارها رو ما داریم که من بدون مشورت با شما یا فرستادن مریض پیش شما نمیتونم به هدف خودم برای مریض برسم و بالعکس. دقیقاً. یکی از سوالای مهم من همینه که من مریضای خیلی زیاد به من مراجعه میکنن به خاطر ریزش مو، مشکلات مو و میخوام ببینم که ارتباط هورمون و مو رو چجوری شما میتونین میبینین در واقع. خب ببینین شما فقط خانوم میبینین، ما آقایون هم داریم. اینی که ما باید از همینجا این دوتا رو از هم جدا کنیم. موضوع آقایون کلن خیلی راحت تر درمانشون، خانوم ها کلن جنس خیلی پیچیده‌ای دارن. کلن تمام متابولیسم خانوم ها از هر لحاظ افکارشون، سبک زندگیشون و حتی درد و دل کردن هاشون هم متفاوته. حالا ما ریزش موی خانومان داریم و شما سوال میکنین که موضوع هورمون اینجا چیه؟ ببینین ریزش موی خانوم ها مالتی فاکتوریاله، یعنی یک علت نمیتونه داشته باشه. تقریبا میخوام بگم 0 تا 5% فقط یک علت داره.
علتهاشون زیاده و ما باید مثل پازل همه اینا رو در کنار هم بذاریم. بخاطر همینه که ما به وجود شما احتیاج داریم. حالا اونم مثل صحبت قبلی که شما کردین طبقه بندی داره. وقتی که در سن بلوغ هستن بدون استثنا اینجا هورمون هنوز اون مسئله اساسی رو نداره. اول بلوغشون هستن، پریود میشن، خونریزی میکنن و میخوام بگم 80 تا 90% کمبود فریتین دارن، چون این بالاخره این فاز چینج تغییرات هورمونی باید باشه و هممون یه چیزا رو تجربه میکنیم. نمیتونیم از همون اول بگیم. البته متاسفانه درصد مریض هایی که زودرس ارثی ریزش مو دارن هم داره زیاد میشه در خانوما یا جوان‌ها. اگه برگردیم فقط موضوع هورمونی رو بگیم، باید بگیم هورمون فقط هورمون تخمدان‌ها و غدد آدرنال و اینا نیستن. تیروئید هست، پرولاکتین هست و همه اینا رو دقیقاً و همه اینها رو باید کورتیزول یکی از مهمترین هورمون‌هایی که برای تمام هورمون‌های دیگه دستور و دست و مشق می‌نویسه خیلی مهم هست. مهم اینه که شرح حال کامل از مریض گرفته بشه و من تجربه‌ای که دارم مخصوصا توی آلمان، چون ما انقدر پزشکا مشغول هستن که 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر وقت به مریض نمیدن و این برای ریزش مو کافی نیست. شرح حال کامل از مریض باید گرفته بشه. معاینه کامل از سر مریض، موی مریض و حتی درماتوسکوپی، ترایکوسکوپی، آزمایش خون و نظر مریض، احساس مریض، چون استرس هم درست هورمون نیست ولی مؤثر روی هورمون همین کورتیزول شما، روی تیروئید و در هر صورت خیلی پیچیده هستش ولی درمان داره. خوبیش اینه. بله، ریشه یابی بشه درمانم میشه 100%، مخصوصا برای خانوما. خب برنده بودم من. عالی. بریم بزنیم سنگ کاغذ قیچی. ماشاءالله داری میای یا سنگ زدی. آفرین. خب من راجع به تغییرات پوستی در دوره بارداری که خیلی باهاش مواجه هستید، به خصوص ملازما، میخوام بدونم شما چه راهکارهایی دارید؟ خب مریم جون، شما یک گزینه رو انتخاب کردین که فوق‌العاده چالنجینگ هست و درمان تقریبا میشه گفت نداره. درمان ها موقتی هستند. چه کسانی ملاسما یا کلواسما میگیرن؟ یکی این که توی دوران بارداری به خاطر تغییرات هورمونی که ما بیشتر فکر کنیم استروژن اینجا مؤثر هستش، این اتفاق میفته. البته ما کسانی رو داریم که دوران بارداری نداشتن و به این مشکل روبرو شدن. ما ژنتیکی کسانی رو داریم و کسانی که درمانهایی کردن و چون بیس ژنتیکیشون رو داشتن، با درمانهایی کردن اینها رو تریگر کردن، اینها رو تقویت کردن. اینها ملانین هایی هستن که پیگمنت های سلولی هستن که حقیقتا هدف خوبی دارن. میخوان با پیگمنتی که درست میکنن یه چتر درست بکنن که سلول که هسته سلولی که دی ان ای توش هست و مثل چتر ازش محافظت بکنن، ولی مثل خود ایمنی ها یه مقدار زیاده روی میکنن و به این مشکل برخوردار میشن. درمان های فیزیکی و شیمیایی هست که من شخصا بعد از سالها درمان های فیزیکی یعنی با لیزر رو کامل رد میکنم و درمان های شیمیایی رو توسعه میکنم. در نظر بگیریم که از آفتاب باید دوری بشه. داروهایی هستش که تریگر میکنه مثل آنتیبیوتیک های مثل دوکسیساکلین یا داروهایی که فوتو سنسیتیو هستن، یعنی نور خورشید رو به پوست حساس میکنن و درمان ها باید به صورتی باشه که این رنگ ها کم رنگ تر بشن، جلوگیری از پیشرفتشون بشه و عمق پیدا نکنن و مریض باید درمان در منزل داشته باشه و درمان های در کلینیکی، چون ما میخوایم سریع به اون قله برسیم.
خب مشکلات هورمونی که میاد اینا دوباره تغذیه میگیرن و واقعا واسه ما چالنجینگه و نباید وعده بیخود به مریض بدیم، باید خوب آگاهشون کنیم و باید بهشون بگیم که درمانهای منزلشون رو باید طولانی مدت استفاده کنیم. نکات خیلی مهمی رو گفتن. یکی که پیشگیریه، ضد آفتاب و در نور آفتاب نبودن و اینکه توقع نداشته باشن مشکلشون کاملا تریتابله و اینکه سراغ لیزر نرن برای این مورد. هر درمانی که بکنن، ببین لیزر، من عاشق درمانهای لیزری هستم، ولی شما باید ایندیکاسیونشو، یعنی به فارسی چی میشه؟ موردشو داشته باشیم. ما باید مریض رو سلکت کنیم برای این درمان. ولی از لحاظ کرم ها یا درمان های شیمیایی که باعث میشه این پیگمنت ها خورد بشن، چون گندن، این پیگمنت ها باید خورد بشن تا بتونن از سلول هایی که ما فاگوسایت بهشون میگیم، یعنی میبلعن، اینها رو بتونن خارج کنن از توی سلول و این زمان بر هستش. ولی خب من واقعا دلم براشونم میسوزه، چون که بعضیاشون خیلی بدجوری این مشکل رو دارن، ولی کمرنگ میشه، خیلی کمرنگ تر میشه، ولی دوباره میتونه برگرده. بسیار عالی. خوشبختانه من و شما نداریم. نه بسیار عالی. سنگ، کاغذ، قیچی، آخچا. اوکی. خانم دکتر مریم عزیز، من در حال حاضر توی سالهای گذشته با بیمارهایی روبرو میشم که برای من خیلی عجیب هستن، هم در قسمت پوست که مثلا خیلی آلرژی بیشتره، خیلی اکزما بیشتره از قبل، یا حتی ریزش مو. میاد میگه خانم دکتر درست پدر مادر من، خانواده ما هم ریزش ارثی دارن، ولی نه در سن 20 سالگی، نه در سن 18 سالگی. ما داریم یه ذره زودتر، در جوانی‌تر، سن جوانترمون به این مشکلات روبرو میشه. من این اواخر مریض‌هایی دارم که زودرس یائسه شدن و این یعنی فاجعه. دقیقاً. میخوام تجربه شما رو در مورد این مریض‌ها بدونم. آیا شما هم تجربه میکنین که خیلیا در سن 38 سالگی، 40 سالگی یائسه میشن؟ و اگر اینطور هستن درمان‌های اساسی شما برای مریضا چیه؟ خانم دکتر عزیز بحث خیلی خوبی رو شروع کردن. بله منم میبینم مریض زیر 40 سال منوپاز، البته زیر 44 سال، زیر 45 سال کسی یائسه بشه زودرس حساب میشه. دیگه سن 40 نیست، 44. زیر 44 دیگه یائسگی زودرس و یائسگی زودرس واقعا باید به داد مریض رسید بنا به دلایل متعددی. یکیش اون قسمتی که شما مواجه شدین باهاش، چون همونجوری که خودتون میدونید استروژن باعث میشه که مو شفاف بشه، پوست شفاف بشه. وقتی که استروژن کم بشه ما هم ریزش موی بیشتری داریم، هم مو نازک‌تر میشن، شکننده تر میشن و کیفیت مو میاد پایین. پروژسترون پایین باشه به خاطر اینکه نمیتونه با آندروژن بدن تقابل ایجاد بکنه، بالانس ایجاد بکنه، باز دوباره به وضعیت پوست و مو آسیب میرسونه. این آسیبی که شما باهاش در مواجه هستین، آسیبایی که ما و خود اون خانم در آینده به خاطر منوپاز زودرس مواجه میشه، مهمترینش پوکی استخوانه که حتما این آدما باید زودتر بررسی بشن، زودتر به دادشون رسیده بشه، چون دچار پوکی استخوان میشن. بیشترین علت مرگ و میر خانوما در سنای بالای 80 سال شکستگی است. شکستگی ناشی از یه افتادن کوچولو، از روی صندلی میافتن، کیفشون میشکنه، لگنشون میشکنه و معمولا این آدما نمیتونن بعد از تا 1 سال دووم بیارن. اینی که ما باید جلوگیری کنیم. الان لایف استایل چنج کردن با هورمون تراپی ما میتونیم خیلی به این آدما کمک کنیم. شما به یائسگی زودرس اشاره کردین. کسایی که دچار یائسگی زودرس بشن تا 50 سالگی واقعا ضروریه که هورمون بگیرن، مگر اینکه منع مصرف هورمون داشته باشن. حتما با هورمون تراپی بشن. چه هورمون هایی؟ هورمون ها در درجه اول استروژن به اضافه پروژسترون و تستوسترون هم در موارد خاص. تستوسترون چیزی که معمولا بهش خیلی توجه نمیشه تو خانوما، فکر میکنن هورمون مردانه است، در حالی که بسیار کاربرد داره تو خانوما. همونجوری که آقایون هم استروژن دارن. بله دقیقاً.
مین اصل هورمون میشه استروژن و پروژسترون. بر اساس سیمپتوم مریض بهترین کار نوع هورمون تراپی رو اگه بخوام بهش اشاره کنیم اینه که ما حداقل دوز مؤثر داشته باشیم. بعضی از مریضا فکر می‌کنن دوز پایین خیلی خوبه. خب آره دوز پایین خوبه ولی به صورت این به لول مؤثر بودن رسیده باشه. بنابراین ما تصمیم می‌کنیم حداقل دوز مؤثر دارو رو به مریض یعنی انفراد چی میگن؟ دقیقاً شخصی برای شخص دیزاین بشه اون هورمون بر اساس علائمی که داره، بر اساس نیازی که داره، جواب آزمایش خونی که داره و فالوآپ بشه. هر 3 ماه یه مرتبه تستش رو تکرار کنیم، خودش رو ببینیم که چقدر جواب گرفته، هنوز عوارضی داره یا نداره. معمولا عوارض رو اینقدر سعی می‌کنیم از همون اول کوئسشنرمون پرسشنامه‌مون کامل باشه که سعی کنیم هیچ مریض با چیزی مواجه نشه. ولی به هر حال هست دیگه. برای بعد از مریضا من همیشه در دسترسشون هستم. من این کوچیک‌تر مسئله داشتم با هم در میون میذارن. ولی کسی که هیچ مشکلی نداره 3 ماه بعد میبینیمشون. 3 ماه بعد میبینیم ریویو میکنیم. ببینیم که چقدر جواب گرفته. یا اینکه با عوارض اگه مواجه شده. بعد آزمایش خون میدیم. سطح هورمونش رو میسنجیم. به اون سطحی که دلمون میخواد رسیده یا نرسیده. بعد میتونیم به راحتی دوز درمان رو تغییر بدیم. البته این کار فقط با بای آیدنتیکال هورمون قابل انجامه. شبه هورمون. بله، هورمونایی که شبیه هورمونای بدن هستن. که الان خوشبختانه تو دبی ما اینو خیلی راحت داریم. چندین کمپانی دارن اینو درست میکنن و مریض ما بیشتر میرن رو بای آیدنتیکال به خاطر اینکه نوع در واقع اگه بخوام بای آیدنتیکال رو نداشته باشیم باید بریم روی قرص‌ها، روی پچایی که آماده هستن یا ژلایی که آماده هستن. بای آیدنتیکال بهترینه، واقعا بهترینه. ولی بعضیا نمیتونن مثلا افورد، یعنی نظر هزینه براشون زیاد باشه یا یه وقت مسافرتی چیزی میرن داشتن کرم همراهشون سخته، مجبور میشیم بهشون قرص بدیم. اونم انتخاب خوبیه در جای خودش اگه مریض منع مصرف نداشته باشه. خیلی از مریض‌ها هستن خانم دکتر که این فازو میگذرونن، حالا پیش من میان برای ریزش موشو، ولی انقدر کیفیت زندگیشون پایینه که یا همون جلسه اول گریه میکنن، خیلی اطلاعات رو مطمئناً به آدم نمیرسونن، میان شاید برای شما شرح میدن. آیا از طرف داروهایی که یک ذره روان اینها رو بهتر بکنه آیا کمکی میتونه باشه در کنار درمانهای شما؟ قطعاً همینطوره. البته که ما بلافاصله مریض رو اگه فرض کنیم تو فاز افسردگیش به سمت متوسط تا میجره که خب ریفر میکنیم حتما به همکارای سایکیاتریستمون، ولی قبل از اون میتونیم با مشاوره، با تغییرات رفتار، یه دستورالعملایی که CBT بهش میگن Cognitive Behavior Therapy، به مریضا میتونیم کمک کنیم. البته که واقعا اگر مشکلات مریضمون شامل این چیزایی که میگم باشه، خشکی بدن، خشکی پوست، خشکی ناحیه زنان، ریزش مو، کم انرژی بودن، کاهش میل جنسی، شامل اینا باشه، با هورمون میتونیم بهشون ضمانتی بگیم که تا 90% حل میشه. بنابراین میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم، در کنار مریضمون باشیم، 3 ماه رو درمان بذاریمش، نتیجه رو ببینیم و اگر دیدیم که خیلی مهم و واقعا جواب میده. دکتر هانیه خیلی جوابای خوبی داره. بسیار عالی. انشالله که مریض ها به حرفای شما گوش بکنن و بتونن کیفیت زندگیشون رو با کمک شما بالا ببرن. بریم برای یکی دو دسته دیگه. بله. سنگ کاغذ قیچی. شما منظرتی. خانم دکتر مریم عزیز، من میخوام از شما بپرسم، آیا این رشته تخصص زنان از اول رشته‌ای بود که میخواستین؟ راستشو بگو. من توی دبیرستان که بودم دلم میخواست ریاضی بخونم، ریاضی محض، رشته‌ام ریاضی فیزیک بود. واو. بله، بعد در یک تغییر ناگهانی رفتم رشته‌ام عوض کردم، برای پزشکی خوندم، تجربی رو خوندم. آره، یعنی تابستون امتحان زیست و
زمین شناسی دادم. نظر خودت بود یا اینکه پدر مادر یه مقدار پوش کردن؟ فقط به خاطر اون یه دفترچه کنکور به ما دادن که دیدم نوشته برای همه مهندسی‌ها 20% خانم 80% آقا. همون لحظه تصمیم گرفتم رشته‌ام عوض کنم. چون شانس این که آدم اینکه نمره‌ام خوب بود، با اینکه شانس قبولیم بالا بود، ولی یه جوری انگار به غرورم برخورد که با خانم‌ها همچین رفتاری میشه. رشته‌ام عوض کردم و خب پزشکی شیراز قبول شدم، خدا رو شکر. 7 سال پزشکی عمومی که تمام شد بلافاصله تخصصمو شروع کردم. برای تخصص راستشو بگم جراحی دوست داشتم. خیلی عاشق جراحی بودم، ولی دوست نداشتم آقایون رو جراحی کنم. اصلا ایشو دارم، میگه مثلا مشکل داری. آره. برای همین گفتم خب چیه که هم توش فقط با خانم‌ها سر کار داشته باشی، هم بتونی جراحی کنی، رشته زن. عزیزم. و هیچ وقت پشیمون نیستم. فکر میکنم اگه دوباره به دنیا بیام همین مسیر رو میرم. مسیر آسونی نیست، خودتون میدونی. میدونم. ولی دوست دارم رشته‌مو خیلی. من هم خواهرم متخصص، خیلی دوستای صمیمی متخصص زمین که خوب درکت میکنم. ولی این اواخر من شما رو توی حالا پیج اینستاگرام خودتون، تو پیج و استوریای دوستان، بیشتر توی باشگاه‌های ورزشی میبینم. مطمئن باشم که رشته‌تون عوض نمی‌کنین؟ مطمئن باشین عوض نمی‌کنم، ولی خب ورزش یه پارت خیلی مهم از زندگی همه باید باشه به نظر من. حالا در این مورد انشالله صحبت میکنیم. اوکی، یه سنگ کاغذ قیچی دیگه داریم که انشالله من برنده بشم، چون من هنوز یه سوال دارم. سوال تو مغز من از انشالله من برنده میشم. سنگ کاغذ قیچی بیا، میدونستم. خب تفاوت اساسی متخصصان زنان و پوست چیه؟ به من بگو. خیلی واضحه. اگه میخواین آرامش داشته باشین برین رشته زن پوست. اگه میخواین سختی بکشین بیان رشته زنان. من از لحاظ تحصیلی نگفتم، از لحاظ اینکه کاری. اوکی، اینجوری هم میشه. ما تمام مدت آنکالیم. اگه قرار باشه درست قرار باشه که مریض زایمانی داشته باشین تمام 24 ساعت همیشه آنکالیم. دقیقاً. حالا شما لایف استایلتون خیلی خوبه عزیز من. حالا شما استثنا هستید. قربونت برم. حالا اگه این سوال از من میکردی میدونی من چه جوابی میدادم؟ میگفتم که ما به این بالاها میرسیم، شما به اون پایین میرسیم. قربونت برم. مرسی که این وقت رو برای ما گذاشتی. روز یک شنبه، روز آزادت، واقعا مرسی شرمندم کردی. روی ماتو میبوسم. موفق باشی خانم دکتر مریم رؤوفی در شهر دبی، متخصص و جراح زنان و زایمان.